ببینید آنهایی را که نمودهای نوی ماشین را میخرند، میبری خونهشان را دیگر میکنند، تلفن‌هایشان را به جدیدترینش عوض میکنند، تنها با مقصد حسد به دیگران. حسد مثل کسلی سرطان است، اگر در وقتش معالجه نشود تمام روح انسانی را فرا میگیرد. انسان خوشبختی حقیقی هیچگاه نیاز به مقایسه کردن خود با دیگران نمی شود، چون که وی شکر و قناعت کردن را با آنچه که دارد آموخته است. اما حسودان باشند اکثر وقت به خودشان باور نداشته با دیگران داراییشان و خوشبختیشان را مقایسه میزان می کنند یا در میزان مقایسه می کنند. باری دیگر یادرس می شویم سبب این قناعتمند نبودن است که به نتیجه های بد برده می رساند، زیرا به قدر آن چیزی که الله به کس و نزدیکانش قدر کرده است نمی رسند. این گونه روحیه انسانی با وسواس شیطان تیز گرفتار می شود که از بخیلی آدم قوت گرفته و بعداً به مصیبت سخت‌تر برده می رساند. در عموم و اکثراً حسد بی اساس می شود. غیر از این حسودان می پندارند که آنان مناسب ترند از دیگران، هرچند یگان ذره مهنت مثل موفقان نکردند و نمی دانند که شخص کامیاب تا به این درجه رسیدن چه مشقتی کشیده است. مثال آن عائله خوشبخت دوستش، حال آن که برای بردباری عائله و بنیاد آن و عائله داری چه مقدار زحمت ها صرف شده است. در مثال قابیل و حابیل باشد، حابیل بهترین گوسفند را قربانی کرد، اما قابیل باشد بدترین حاصل را پیشکش کرد و بعداً غضب کرد چرا قربانی برادرش قبول گشت و از وی نه. حسد صفت خطرناک است، یکی از صفتهای ابلیس و دل و شعور انسان را سیاه می کند. حسود و حسودخور مثل ابلیس است. حسودخور ناشکری به الله است، یعنی ناشکری کردن به الله است و به حکمتهای الهی احترام نمی کند. از این برمی آید که ایمانی چنین انسان نیز ویران است. یعنی ناممکن است که آدم بخیل و حسدخور باشد و برابر آن خوشبخت نیز باشد. این غیر امکان است. برای حق بودن یکیش دیگرش باید باطل شود.